هماندیشگان محترم جبهه ملی ایران در امریکا، با سلام و درود از اینکه کنفرانسی برای بحث در پیرامون جبهه ملی ایران و هدفهای آزادیخواهانه آن به نام این خدمتگزار دیرین جبهه تشکیل داده اید، مراتب سپاسمندی خود را به این وسیله تقدیم می‌دارم و توفیق آسمانی برای اون دوستان و هماندیشگان گرامی از درگاه خداوند بزرگ درخواست می‌کنم. سفارش مؤکد من با وجود نداشتن رابطه تشکیلاتی به محضر برگزار کنندگان این کنفرانس همکاری صمیمانه و یگانگی راستین و بی‌شائبه است که مایه پیشرفت کار و گسترش این جمع دیرین سال خواهد بود. بدیهی است نگهبانی از حیثیت جبهه ملی در هر جا که عده‌ای زیر این نام افتخارآمیز تشکیل جلسات می‌دهند بر همگان واجب و ضروری است. رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران ادیب برومند، تهران، به تاریخ 4 خرداد 1387.